تشدید سیاست‌های تفکیک جنسیتی طالبان، ورود زنان به پارک‌ها و سالن‌های ورزشی ممنوع اعلام شد. بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغان. وزارت خارجه طالبان خواستار توقف بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغان شد. ادامه روند تخلیه شهروندان افغانستان. کانادا 347 پناهجوی افغان را از تاجیکستان انتقال داد. و رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا مدعی شد که 100,000 نظامی روسیه در اوکراین کشته و زخمی شدند. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. اسوسییتد پریس گزارش داده که به تازگی گروه طالبان فیصله کرده است پس از این زنان دیگر اجازه ورود به اماکن تفریحی را ندارند. طالبان میگویند که به خاطر رعایت نشدن قوانین تفکیک جنسیتی و پوشش لازم ورود زنان به پارک‌ها و سالن‌های ورزشی برای زنان را ممنوع کرده است. طالبان پیش از این روزهای مشخص را برای حضور جداگانه مردان و زنان در پارک‌ها تعیین کرده بود. اما اکنون به صورت کامل دسترسی زنان به پارک‌ها و سالن‌های ورزشی را ممنوع کرده است. محمد عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان میگوید که این ممنوعیت به این دلیل است که مردم دستورات تفکیک جنسیتی را نادیده میگیرند و زنان حجاب یا پوشش لازم را ندارند. او گفته که حضور زنان در پارک‌ها نیز پس از این ممنوع است. به گفته او، طالبان از نخستین روزهای حکومتشان تلاش کردند تا محیط امن را برای زنان ایجاد کنند یا حداقل حضور جداگانه زنان و مردان در پارک‌های تفریحی را ممکن بسازند. او افزود که این برنامه‌ها نتیجه نداد و به همین دلیل مجبور شدند ممنوعیت مطلق را برای ورود زنان به محلات تفریحی وضع کنند. این مقام طالبان گفت که تیم‌های طالبان نظارت بر مؤسسات را آغاز خواهند کرد تا بررسی کنند که آیا زنان هنوز از آنها استفاده می‌کنند یا خیر. طالبان از زمانی که سال گذشته قدرت را به دست گرفتند به صورت پیوسته با وضع قوانین و احکام محدود کننده تلاش کردند تا مانع حضور زنان در اجتماع شوند. این گروه در ادامه ممنوعیت تحصیل برای دختران بالاتر از صنف ششم با وضع قوانین دست و پاگیر دسترسی و بیشتر زمینه‌های کاری را برای زنان محدود کردند. طالبان حتی برای استثناءات شغلی مد نظرشان مانند زنانی که در بخش‌های صحی کار می‌کنند نیز محدودیت‌های فزاینده خود را حفظ کردند. وزارت خارجه طالبان میگوید پلیس پاکستان از چند به این سو در راه‌ها و شهرهای مختلف این کشور به ویژه در ایالت سند با مهاجران افغان بدرفتاری می‌کند. این وزارت بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغان را محکوم کرده و از حکومت این کشور خواست از تکرار بدرفتاری جلوگیری کند. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده است آزار و اذیت و ایجاد مشکلات به هموطنان خویش را محکوم می‌کنیم و از حکومت پاکستان جداً می‌خواهیم از چنین رفتار و تکرار آن جلوگیری کند. وزارت خارجه طالبان میگوید که افغانستان و پاکستان دو همسایه نزدیک است که مردم آن با هم فرهنگ و مشترکات جداناپذیر دارند و در کنار هم برادرانه زندگی میکنند. این وزارت همچنین افزوده است که صدها هزار مهاجر افغان در پاکستان نه تنها زندگی غیر سیاسی دارند بلکه در آبادی، پیشرفت و اقتصاد پاکستان نیز سهیمند. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزو جوړول غندي د پاکستاني حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي. پاکستان د افغانستان یو نږدې او داسې ګاونډی هیواد دی چې دواړه ولسونه یې د اسلامي ورورګلوۍ او ګډو کلتور ترڅنګ ګڼ نور نه بیلېدونکي مشترکات لري. دغه راز په پاکستان کې سلګونه زره افغان مهاجرین میشت دي او هلته نه یوازې خپل غیر سیاسي ژوند کوي بلکې د کوربه هیواد په آبادی او اقتصادي وده کې مهم او د پام وړ رول لرلی دی. این در حال است که اخیراً پلیس پاکستان شمار از افغانها را در ایالت سند پاکستان زندانی کردند. کنسولگری طالبان در کراچی اعلام کرد که نزدیک به 1300 تن از شهروندان افغانستان در ایالت سند زندانی‌اند. چند روز پیش نیز یک مامور پاکستانی یک زن افغان را در گذرگاه تورخم مورد آزار و اذیت قرار داد. هرچند پاکستان اعلام کرد که این مامور پس از این رویداد از کارش برکنار شده است. روز چهارشنبه نیز ویدیوهایی در رسانه‌های اجتماعی نشر شد که نشان میداد پلیس پاکستان شمار از مهاجران افغان را در شهر کراچی پاکستان با ریسمان بستند. پس از سقوط دولت پیشین به دست طالبان، هزاران تن از شهروندان افغانستان به دلیل ترس از طالبان یا برای کار به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران مهاجرت کردند.
کانادا 347 پناهجوی افغان را از تاجیکستان انتقال داد. کانادا میگوید که در یک پرواز 347 شهروند افغانستان را از تاجیکستان انتقال داده است. پرواز این افراد امروز پنجشنبه 19 اکرب به تورنتو رسیده است. وزارت مهاجرت کانادا گفته است که این پناهجویان در 39 جامعه در سراسر کانادا اسکان داده خواهند شد. بر اساس آمار دولت کانادا، این کشور اکنون پذیرای بیش از 23,000 پناهجوی افغان است. این کشور میگوید تلاش دارد که تا پایان سال 2023 میلادی 40,000 شهروند افغانستان را اسکان دهد. در نهمین ماه تهاجم روسیه بر اوکراین، یک مقام ارشد نظامی امریکا از تلفات ارتش روسیه در جنگ اوکراین پرده برداشته است. اسوسییتد پرس به نقل از مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا، روز پنجشنبه 10 نوامبر گزارش داده است که 40,000 غیر نظامی اوکراینی و 100,000 سرباز روس در جنگ اوکراین کشته و زخمی شدند. مارک میلی بدون ذکر آمار مشخص گفته که به همین میزان تلفات احتمالاً به نظامیان اوکراینی نیز رسیده است. این در حال است که نظامیان روسیه روز گذشته از منطقه خرسون اوکراین عقب نشینی کردند. عقب نشینی نظامیان روسیه از خرسون در آستانه فرارسیدن زمستان صورت گرفته و این احتمال را بیشتر کرده است که ممکن طرفهای درگیر در زمستان پیشرو به گفتگو تن دهند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز سه‌شنبه هفته جاری گفت که آماده گفتگو با روسیه برای پایان دادن به جنگ است، اما این گفتگو به شرط انجام خواهد شد که روسیه تمام سرزمین‌های اشغالی را ترک کرده و غرامت جنگی بپردازد.